اعتراض میکردن و با اونها جمع میکردن. خب پس این به طور کلی این ترکمن هایی که اینجا اومدن تذکر این نکته لازمه. در کمتر قومی در دنیا پیدا میشه که این اقوام به صورت طایفه تیره و غیر ذالک تقسیم میشه. ما در فارسا چنین چیزی رو نمیبینیم. لور هست، کرد هست، مثلا بلوچ هست، نمیدونم فارس هست، اما که هم ردیفی هم ترازی مثلا ترکمن اومد در داخل خودشون یک خانی دارن، اقوامی دارن، فلان دارن، اما مثل ترکمنه تقسیم به طایفه و تیره و نه نیست. یکی از خصوصیات این طایفه و تیره این هم هست. این طایفه تیره چه تأثیر داره؟ وقتی که بین خودشون میخوان اختلافی داشته باشن، یک طایفه یک کسی که خیلی ضعیفه بی دست فاس زمینی هم داره، یک طایفه قویتر نمیتونه به این چیز بکنه، حمله بکنه، زمینش از دستش بگیره یا او رو کتک بده یا فلان. برای اینکه طایفه های دیگری که مثلا اجزون اونه همه جمع میشه بر علیه این طایفه دیگر قد علم میکنن. روابط اجتماعیشون، روابط فرهنگیشون، روابط سیاسیشون تنها وقتی که من دیگه تسلیم شدن، همچنین تسلیم میشه بدون هیچ چیز. بعد طرف ارخلر قرینجب و همینطور آقلا از این طرف لبه سردارم فرار کرد رفت اینجا یواشکی تسلیم شد، خودشو چند موقع قایم کرد، بعد بدون که قول چیز بدون کسی بفهمه اومد تسلیم کرد. تمام خانه جمع شدن در دست، اما تسلیم نتونستن کنن، حسین نتونستن کنن. اون وقت کمشتفرم که گرفت، تنها مقاومتی که من دیدم، من در کمشتفر که بودم کوچک یه دو دیدم عصر چند صد تا سوار درم به طرف کمشتفر میان. اینها کمشتفر اشغال شده به طرف قشون زاهدی ایران. از دو طرف این شروع شد تیراندازی تا صبح. از طرف این هم مسلسل تفنگ تیر از آن هم تیراندازی. بالاخره اونها نتونستن کمشتفر رو بگیرن، عقب نشینی کردن، رفتن. بعد کمشت اون چلی در اطراف مغرب اطراف کتب اومدن، با اون چلی حمله کردن. بعدن یکی از دهات عطوای با عطوای هم جنگیدن، اونجا کشتار شد، نتونستن بگیرن و اون مقاومت کرد. اون آدم خیلی شجاعی بود. اون دید جنگ عطوای هم با دولت مرکزی بعد چیزها شروع کردن به جنگ کردن، چون بده اون هم حمله کردن و اون هم جنگ کرده بود. پس بدین ترتیب دولت فرماندار نظامی گذشته از اینکه جعفر وایه شروع کردن با اون حمله کردن و جنگ کردن، چون ترکمن هستش و جعفر وایه اتوای با هم هستن، گفته به همه این ترکمن ها با یک قلم با یک چوب باید بیرونیم به دهات اتوای هم حمله کردن و اتوای هم اومد. این هم انگیزه بود که بیان با هم متحد بشن، با هم آشتی بکنن، باید متحد بشن برای دولت مرکزی، برای دولت فرماندار. این هم یک واقعی است که این جواب شما است که سوال نکرده بود. این سوال کردید، این دلیلش اینه که اونا وقتی که ترکمن جعفر شروع کرد دارن می جنگن و دهاتشون آتش میزنن، نه توایه چکن نخورده بودن. وقتی که به اونا حمله کردن با اونا جنگیدن، یکی دو نفرشون کشته شد، چند نفر از فارسا کشته شدن نتونستن. اون وقت اونا هم تعطیفشون علم کرد، برپا شد. 10 روز 15 روز نگذشته اینا با هم دیگر ارتباط پیدا کردن. تو من گفتن بیان آشتی کنن برای دولت جنگ کنیم.
ادامه این برنامه چی شد؟ اینم فقط ادامه چه آمشاله؟ ادامه چی شد؟ قجقا گفتن ها دیگران کی پیوستن؟ گفتن ها در اینها قشقا در اینها چیز نکردن اولش بس که بود چون این بود این جنگ ادامه داشت جنگ گروه زد و خورد ملاحظه میکنید ترکمن ها با بگیری شد علم استقلال هم کردن در وجود 7 ماه 8 ماه اینطور طول کشید این جریان بعد همونی که ترکمن ها خودشون پیش بینی میکردن که بالاخره رضا شاه دوروبر خودش و خانها را سرکوب کرده بالاخره سراغ ترکمن ها که میگه رضا شاه فرستاد در حدود 1 تیپ به وسیله فرمانده تیپ هم ترتیب زاهدی معروف فرستاد اومد بندرگرد وقتی که بندرگرد اومد خانه های ترکمن ها را این اونی که شما میکنید زفوتند یعنی اشتباه هست برای شما اومد اینجا زاهدی خانه های ترکمن های جعفرآباد رو خواست که ما اومدیم و قشون خواهیم کشید جنگ خواهیم کرد که این جنگ رو شما بیایید تسلیم بشید این خان عراق قروان خان نفر سردار مولا حسین معروف و یه چند نفر ده دولت ورد خان نرفته فقط رفتن بندرگرد و سرتیب زاهدی نشستن گوینده ترکمن هم عراق قروان خانه سرتیب اومده تسلیم میشید اومد عراق قروان خان همینطور که مولا حسین به من اینو تعریف کرد و خود مولا حسین هم هست اونجا رفته اونجا تو این نماینده ترکمن ها و خانه های ترکمن ها بندرگرد عراق قروان خان خانه های ترکمن جواب سرتیب زاهدی رو میداده داده گفته که برای ما آشتی میکنیم جنگ جان را کشت و کشتارم نباشه برمیگردیم با همون قسمت اول ما که نمیخواستیم با شما مثلا طغیان نکردیم برای شما طغیان نکردیم و شما خانه ما را کشتید نامردانه مثلا فرماندار شما و این باعث شد که ما مثلا به قول شما طغیان بکنیم یا فلان بکنیم ما هیچ وقت خودمون نمیخواستیم میگریم که دولت مرکزی و فرماندارتون تحریک میکنه میکشه فلان میکنه که طوری ما که سر جنگی نداشتیم اومد اون میگه خب ما این جنگ را خاتمه میدیم و شما هم نه یک دو ترکمن‌ها را قشون نکشید عراق قروان خان پیشنهاد میکنه سرتیب زاهدی میگه نه برای اینکه شما جنگ نگید اعتبار نمیتونم بکنم به حرفای شما من باید فتح کنم تمام ترکمن‌ها را که تابع دولت مرکزی باشه تابع شاهنشاه رضا شاه باشه و تابع حال نبوده و همینطور هم شکراب بین ما همیشه بوده و اونها این برای اینکه اینها را تهدید کرده باشه ترسانده باشه و اینها را میگه شیخ ازلی گرفته و برگوشاره گرفته قشقایی را مثلا کشته سرن کلن معتویانه گرفته شما هم به خود کشت و کشتار میشه اینه که بهتر که تسلیم بشید وقت اینا برگشتن رو قاعدتا میباید عثمان شاه قشونی آماده بکنه و قشون هم اومده امروز برداشت بکنه و این شخص که من از لحاظ جنگی از لحاظ اداره امور کشور نه اطلاعی داشت نه قدرتی داشت نه خانها با هم دیگر متحد نشدن بر علیه ایران بر علیه فرماندار استراباد می جنگیدن و صلح میکردن این فاکت این حقیقت این تاریخه هیچ آخوندی نمی رفت که با آنها مثلا آشتی بکنه یا در آشتی شرکت بکنه اگر عثمان شاه که اسمش شاه بود اصلا شاعر می باید باشه
میباید مثلا قشون جمع کنی از اتوای جعفروای گوکلک همه جا اومد خودش فرمان بده خانه هاشو معین بکنه کی کدوم کدوم برای کی جنگ بکنه عثمان شاه فرموده وقتی که دید مثلا ترکمن اشکف خوردن خودش کرده اینجا اومده وشخواد بس اعلاد علمی عثمان شاه اسمن شاه اما وقایع روابط ترکمن ها و رفتار ترکمن ها و مناسبات ترکمن ها همینی که بوده از قرن وسطای قرن 16 هم تا اون روز هیچ تغییر نکرده. خب پس بودن انشا چیه؟ یعنی بودن انشا فقط کمک کرد که این ترکمن اتوای جعفروای دیگه با هم جنگی نکن، متحد باشن، با دشمن مشترک خودشون جنگ کنن که اونا مثلا ایران میدونستن. پس این ترتیب نه خانی نه عثمان شاه چیزی لشکری نتونست وقتی که زاهد خوشن کشید هیچ مقاومتی نشد، فقط در بشوسفه یک مقاومتی شد. قشون معطوف یادم میامد یک کسی به نام کوچک سر نوراخون آمچالچی کشته شد. اینا خط سیرشون تغییر دادن، به طرف خازناباد رفتن لشکر، به بشوسفه نیامد. خازناباد بدون اینکه یک تیر خالی کنیم تسلیم شد. بعد کمشته هم یک تیر خالی بکنیم هیچ تسلیم نشد. بعد یک سروانی به نام باسیری اومد که اونم فتح کرده باشه یک درجه بگیری و یک دسته در حدود 50-60 نفر اومد به سلخ فتح کنه. اومده و سلخ کمی کرده بودن سلخچی ها، اینا رو غافلگیر کردن، نتیجه تا از اول تا آخرشون همشون رو کشتن و تنهاشون آویزان کردن به درخت. بعد فرداش که این خبر اطلاع شد دیگه سلخ رو آتش دادن. وقتی که سلخ آتش دادن من در آلتون تخمق بودم. وقتی که آدم ها نگاه کردن دود در آسمان رفته و در آلتون تخمق من خودم با چشم بودم دود آتش دادن شد، دیدم تماشا کردن در آلتون تخمق. من فرار کرده بودم رفته بودیم با پدر مادرمان همه ترکمن ها اونجا. بعد تنها وقتی که من دیگه تسلیم شدن آمچلی تسلیم میشه بدون هیچ چیز. بعد طرف ارخلر قرینچک و همینطور آقلا از این طرف لبه سردارم فرار کرد رفت اینجا یواشکی تسلیم شد. برای که اونام اینا رو بکشن که مثلا خبر ندن اطلاع ندن بعد انکار کنه، فهمیدی؟ مخفی کنه اینطور. ما تا چه حد میتونیم به گفته های این مولا سوین نیازی استوار بوده دیگه و آجودان این سرگرد حکیمی بوده، اون خیلی به هم اعتماد داشتن دیگه. اون خودش فروخته بوده، یعنی کاملا در خدمت حکیمی بوده. حالا تا چه حد میشه به گفته های اون اعتماد کرد؟ اون واقعا صادقانه میگفته به نظر شما، یا اون نیز برای اینکه خودش را حفظ بکنه به این شیوه به این متد متوسل شده؟ من خودم از اون پرسیدم، چون که این نعشه رو اون آورده و پیش حکومت هم سران حکیمی هم زیاد نزدیک بود، اطلاعاتی هم همه چیزم داره و این یک خیلی آدمی مثلا وارد و حقواد و همچین زرنگ هم بود که اونجا بعدتر هم قابل اعتماد حکیمی که بوده که این داده نعشای ترکمن ها رو این بردر بیاره اونجا. ترکمن های دیگه هم بوده نسترامات. درسته. و حالا چیزی که میخوام بگم اون برای همه غیر مترقب بود که چرا مثلا فقط آتاهان رو کشتن، چرا اونا رو نکشتن. این همیشه وفروسه، همیشه داده میشه و چین میشه. علت حقیقیش برای اینکه تنها میخواستن آتاهان رو بکشن، نه اون ترکمن های دیگر، چون اونا هم رایی نبودن مجبور شده اونا رو کشتن. حالا آتاخان توصیه اون هست، این حرف اون هست. آتاخان بدون اجازه
اون سرگرد حکیمی رفته با کنسولگری شوروی تماس گرفته آره. بدون اجازه اون بدون اجازه. علنا علنا بهش گفت این هر رفت آدمی چیزی که سکرت تو دلش نمیمونه. اومد حکومت شوروی به چیز اعتراض کرده به دولت ایران؟ معلوم نیست اون چی کرده اون که اون اینطوره. اون معلوم نیست پس. نه اون که هر مولوسه اینجونه. ولی آخه این داشته تازه از گرگان از استراحات تازه داشته میرفته بیرون میرفته. حرفاشون رو زدن برگشتن موقع گذاشتن کمین گذاشتن کمین کردن اینا رو کشتن. این غیر مترقب بود هیچ اختلاف جنگ بین ترکمن‌ها با چیز فرماندار استراحاتی نبود. یک دفعه این ابتدا ساکن اتاخان کشته شد. بس بدین ترتیب شروع توطئه بود. حرف او اینجا شخصا از بین بردن اتاخان منظور بود. نه اینکه با ترکمن‌ها جنگ کنن. اتاخان نفوذ زیاد داشته تو مردم؟ نه من گفتم که خانه‌های ترکمن‌ها بین خودشون چیه. اتاخان اینقدر نفوذ نداشت و آنمراد خان دعوا کرد دوتایشون با اسب بین کمیشتفه و غرقه. اتاخان ترتیب رو فرار کرد با آنمراد قصاب آنمراد خان رسید و یک شمشیر یک دو چشم زخم کرد و از تخت از دست او فرار کرد در کمیشتفه. و این آنمراد خانم غریبی اون کار دایبش. بعد مردم واسطه شدن که نارا جدا کردن. نفس سردار از این هم چیز داره؟ نه نفس سردار نه این آنمراد قصاب. بعد اسمش ترکمن‌ها اتاخان اینو زخمی کرده و اتاخان از اون ترسیده فرار کرده. ترکمن‌ها اسم آنمراد خانه آنمراد اسمش آنمراد قصاب که اتاخان با شمشیر کرد. فهمیدی؟ اتاخان برای خودش خانه بود. نوست سردار در اونجا بود آوش برای خودشون آدم خیلی شجاعی بود. گمشین شده؟ گمشته. اینجا نوست سردار دو نفر به نام سامان مالک خان و خوشبر خان از قوم خیشی رضا شاه. قوم خیشی رضا شاه با اون خود رضا شاه بد بودن و وقتی که رضا شاه مثلا کل قواشت بادشاه شد اونها بر علیه رضا شاه قیام کردند و تسلیم رضا شاه نشدن. قوم خیشش خودم اسمش هجبره اون یکیشون برادرش دوتا برادر یکی هم سامان مالک. این دوتا مثل شما که میاییم مثل ما که میاییم جای پناهنده میشیم اون از دست رضا شاه پناهنده شده به ترکمن‌ها و به نفس سردار ملاحظه میکنه. وقتی که اونجا بوده نفس سردار هم از آنها خیلی پذیرایی کرده و همیشه هم اسلحه داشتند و من با چشم خودم دیدم هر دوشو. اون هجبرش چشم زاغ داشت اصلا هیچ به فارس هم شبیه نبود که این بر علیه قوم خیشی کرده بود قیام کرده اومده. بعد ستوان منوچیر خان امیر پاشایی ممشیر خان میگن ترکمن‌ها که در آنجا بود نماینده سرحکیمی بود. اونم اهل تبریز که در آنجا بود. این رفت آمدی با این سامان مالک خان و با خوشبر خان که پناهنده شده به نفس سردار در اونجا با اونا رابطه پیدا میکنه و که اونا رو گول میزنه میگه که بله شاه شما رو باشیده چرا به خود چیز میکنید. اینا من قسم به چخه خودم میکنم به چیز خودم میکنم. اینم فرمان شاه یک چیز کلاوی براش درست کرده بودن. این دوتا رو از اوبایی که در کنار یخا بوده بردن تو جنگل
وقتی که جنگل کرده بودن غافلگیر چند نفر اونجا قایم کرده بودن از این جاده که داشتن می بردن و بعد اینا رو مرخص کنن بره به حساب مازندای خودشون تسلیم شدن اونجا تو اون جنگل دستفای گرفتن دستفای اینا رو گرفتن چند نفر ترکمن هم شاهد بود وقتی که اینا رو اونا غافلگیر کردن و کلاه سرشون گذاشتن و گرفتن و بعد بردن به دستور رضاشاه شهر حکیمی اونا رو اعدام کرده که این در پناهنده دفع سردار بود پس دفع سردار هم یکی از آنهایی بود که کسی که پناهنده بر علیه شاه قیام کرده پناهنده داشته بود با شاه رضاشاه هیچ وقت نمیتونست با هم چیز باشه این گناهش دعوا شدنی از طرف رضاشاه بر علیه نفس سردار ملاحظه میکنه اینی که قصد تنها کشتن چیز بود چون پهلوی اونا اینا رو کشتن برای اینکه این کشته رو مخفی بکنن ایز گم کنن اما بر حسب تصادف که اون کریم مردی زنده مونده جریان رو گفته اوقات ترکمن‌ها فهمیدن که بری کشته دولت کشته بعد که ترکمن‌ها نمیفهمیدن خیال میکردن که مثلا دهاتی ها اینا رو کشتن بعد معلوم شده که خود فرماندار اینو کشته اون وقت بر علیه دولت ایران اینها شروع کردن قیام کردن بعد اول طوری شده که شاه قشون کشیده اینا تمام خراسان تمام جا اطلاع ترکمن‌ها اطلاع پیدا کردن و جعفر وایا که یک همچین جنگی رو شروع کردن سرمی که یک دسته سربازی یک دهاتی چیز اتباعی فرستاد اونجا یک آدمی که اسمش خیلی قد بلند رئیس دهات ده ترکمن بود با هم جنگیدن از صبح تا غروب فرستاده های چیز سرحکیمی نتونست این ده ترکمن ها را بگیره پس با اتخار که حکومت کرد برای اینکه اتوایی ها چرا با ما اومدن با ترکمن ها مصالحه کردن این که وی اونا حمله کرد وی اونا حمله کرد وقتی که با حمله می کرد ملاحظه می کنید ترکمن ها بعد اتخان یوم تا جعفر وای شروع کرد به دعوا کردن و هاشم آباد و نمیدونم یکی چند دهش و چند دهاتی رو گرفتن کشتن ده هاشم آباد آتش زدن احسن تواریخ رو میبینید بعد یک تاریخی هستش که رو چیزش دستخطش موجود فریدونیه که ترکمن های اینجا با 16 مرتبه با اونا قشون کشیده مثلا آقا خان سردار و قرت خان سردار که با این بگیره خراسان دعوا میکردن فهمیده؟ با بگیره استراباد ترکمن های جعفرواد و اتوای بیشتر گوکلنگ هم بوده اما گوکلنگ خیلی کم گوکلنگ گاهی با بگیره خراسان میانشون شکر میشد شکر آب میشد در قرن 17 هم برای ما یک سند بسیار مهم درباره ترکمن های دست ترکمن ایران به ما رسیده و اون مدرک من با دست خودم کپیش گرفتم نوشتم دارم رفقایی که جمعاً درباره مناسبات و روابط ترکمن‌های مذکور را میخوان کاملتر بنویسن اطلاعات علمی تجزیه تحلیل کرده بنویسن اون مدرک در اختیار من هستش و به چنین آدمی
باشه در اختیارشون خواهم گذاشت. خودم میخواستم بنویسم حالا که چون چشمم اجازه نمیده، طبیعت زیاد با ما همراهی نکرد. اینه که شما رفقا یکم چون جریانی را میخوایم تایپ کنید، یه چیزی رو میخوایم بنویسید از لحاظ علمی و این حرفایی که من زدم آخر سه قرن 17 جور تو کلی چطور حقوق میگیرن، چطور خان کده، چطور خان سلطان شده بین این ترکمن ها یومود گوگلم از کنم که یومودای خیوه و تکه همشه داره. من یه خواهش شما دارم. من یه چیز شنیدم، میخوام اونو بپرسم. شنیدم من شنیدم که رضا شاه اون موقع قبل از اینکه شاه بشه از طرف دولت مرکزی میاد به ترکمن‌ها میگه که خب ما سرزمین شما نمیاییم، شما خانه‌تون رو بفرستین استراباد، ما اونجا استقبال میکنیم، برایشون حقوق میدیم، درجه میدیم اینا. که الان شما تو صحبتتون هم گفتین که یکی از آنها معروف بوده به نام آتاخان و با یه چند تا از خانهای دیگه که یک بار رفته بودن برای گرگان، مثل که هر از چندی اونا میرفتن با همون استراباد که با توطئه همون سرگرد حکیمی گفتی نه؟ اسمش سرگرد حکیمی بود؟ احمد حکیمی اون فرماندار نظامی اونجا بوده دیگه. آره. که با توطئه خیلی وقتم دیاته بود اونجا. با توطئه اون کشته میشه اونا. خب این دستور گویا دولت مرکزی هم بوده، یعنی با دستور اون توطئه را میچینه. من میخوام بدونم که حالا ترکمن‌ها بعضی که اینا را کشتن، یکی از اونها خودشو اسمش کریم بوده؟ کریم مرده خان بوده نه؟ نه کریم مرده بوده. کریم مرده چیزه اتباعی قربان قرنق فلان که میگوشتن من اتباعی اون هست. اهل کجا بودن؟ اون خودشو به آبه نفس سردار میرسن. و زخم اینایی که برداشت بود باز نمرده بوده، به هر حال جان اونجوری خودش میرسن. نه اون مونده زنده خودشو این خبر داده. ترکمن ها بعد از اون است که با اونچری در اونچری جمع میشن، با هم تصمیم میگیرن که علیه این توطئه که میخواسته استقلال اینا را بگیره، علیه اون با هم متحد بشن در مقابل همچین چیزی وایستن اینا. اتفاقا من میخوام بگم که اینجا معذرت میخوام صحبتم تمام کنم. من اینو میخوام بگم که حکومت اول میاد اینا را اینجوری چیز میکنه که خود خانهای شما خانتون بمونه، ما آنجا نمیاییم، شما فقط اونا بیان به گرگان به استراباد درجه بگیرن، حقوق بهشون بدین، خودشون منطقه ترکمن ها خان باشن، همینطوری ما دیگه آدم نمیفرستیم. بعدن اینا را میکشن، یعنی این توطئه را میکنن. میخوام بپرسم که این تا چه حقیقت داره؟ شما تا چه در این باره شنیدین؟ عرض کنم که در این اتفاق نه تنها ترکمن های خانهای جعفربای اونجا رفتن، جعفربای آتابای هم گرگان رفته در همون موقع. ملاحظه میکنید؟ استراباد اونام رفتن، دعوت کردن اینها رو دعوت کردن، فهمیدید؟ اونا مثل که هر از چند وقت اونجا دعوت میشدن میرفتن میشه با اون ارتباط داشتن، از اونا حقوق میگرفتن، از اونا بعد چیز میکردن، روابط، یعنی ترکمن ها اینطوری او را به رسمیت میشناختن که مثلا ما تابع دولت ایران هستیم ولی خود مختاریم، فهمیدید؟ مفهوم علمیش اینه، یعنی بین خودشون فارسم نباشه، خودشون بین خودشون با آداب و رسوم ایلی خودشون زندگی بکنن که حکومت مثلا مالیات هم نگیره، مثلا بیا تحکم هم نداره، مثلا پولیس هم نداره بالا سرشون، استقلال داخلی داشته باشه. این اینطوری بود. شاید توجه هست وقتی که این آتخانی اینا را دعوت میکنن، از این طرف خانهای ایده خانهای آتبای هم آنجا بوده، همین هایی که این موقع اینها اومدن بیرون، اونها هم از طرف دروازه شرقی بیرون
سرنال کنن وقتی که شنیدن که اینا را کشتن اونا هم سرنال کنن از طرف دولت چیزی دروازه شرقی رفتن فرار کردن به طرف ترکمنستان یعنی تاخت کردن به طرف ترکمنستان جلوی اونها نکیمین که گفته بود نه چیزی نه فلان پس برای اتخان برای یک موضوع دیگر کشته شده نه موضوعی که این بیاد مثلا قیام میکنه یا اینکه بر علیه دولت ایران یک کاری بکنه یا فلان من این رو علت این رو مولا حسین شنیدم فهمیدید؟ اینو تون خاموش کنید یعنی ترکمن ها از حکومت مرکزیه علت این که حکومت مرکزی حکومت مرکزی رضا شاه از فئودال های مختلف مثلا دال برای خودش خان بود وقتی که زمان احمد شاه وقتی که رضا شاه را آوردن این دولت مرکزی رو میخواد زنده بکنه دولت مرکزی به تمام آستانها و بخشها و فرماندارها و فلان اینا شون حکومت بکنه که در اون موقع خانخانی بوده وقتی که رضا شاه اومد به سرکارش شیخ ازل از اونجا شکایت دعوی دولت ایران کرد اهواز رو این خان رو خان قشقایی رو کشت اونها هم مجبور کرد تسلیم میشه خانهای چند بلوچ هم کشت که اونها رو که مثلا قد علم کرده بودن خانخانی بود که اونم تابع دولتی مرکزی کردن بر علیه کل منطقه هم قشون کشید اینم شکست داد و گرفت و کشت خراسان هم در اختیار خودش گرفت حالا مونده بود نیمه مستقل در عملا مستقل ترکمن ها که این بدیهی بود که این رضا شاه که اومده این غیر از شاه قاجاره که اینجا میاد خشون میکشه و ترکمن ها رو هم تابع خودش میکنه ترکمن ها رو وادار میکنه به تسلیم بدین ترتیب این کشتار اتخان به وسیله اونها که هیچ اطمینانی نمیشه به این دولت به این چیز کرد که هشداری بود به ترکمن ها داده شد اتخان همراهش چند تا خانم دیگه کشته میشه؟ در حدود 7 نفر اونا سرشناس بودن ترکمنستان را؟ اونا هم سرشناس بودن؟ من بعضیشون آشنا نبودم تصمیمی Şunun yine ahurlu tuydum ya halı da tuydum ya öyle. Hanlar, ahurlar, milyon adamlar hemmesi. Karşı ahun, molla, Türkmenlerin yaşlı ben divanı falan. Mesela bir yaşlı adam. Onu kılıç çeken ne böyle ki fehemli, düşünlü mesela inturadı. İnce taife, merdum mesela yaşlılar olmadan این اصطلاح رو شما خودتون خوب دقیق مطالعه کنید یاشلی ترکمن ممکنه بی‌سواد باشه هیچ چیز نباشه اما فهمیده باشه شجاع باشه ممکنه اصلا مثلا تفهمشم نباشه فهمیدید؟ بس یاشلی ها اونجا بودن مولا ها اونجا بودن آخوندها اونجا بودن چیها ردوی فهمیدید؟ اونایی که مثلا نوکرد فلان چیز اونایی که میتونستن جنگ بکنن اونایی که مبارزه میکردن جنگ میکردن اینها تمام طایفه جعفروی اونجا بود به حساب نماینده ملاحظه فرمودید پس تصور این جریان برای شما این کاملا مثلا جلسه ریش سفیده که در علم ما همیشه میبینیم اینجا یک خانی لازم است تذکر بدم که اینجا خانی به مفهوم خان وجود خارجی نداره هر کدوم اونها از کوچک بزرگ آخوند مولا خان و غیر خان رایشون یکیه بی سواد و با سواد تو فهم چی رایشون یکیه رایشون میکنه پس اینجا میدونید که یک دموکراسی کامل
در اونجا حکم فرما بوده. دموکراسی قومی، دموکراسی بین اقوام کوچ‌نشین. در اقوام کوچ‌نشین که خانی میشه اون به همه تحکم میکنه، که مثلا در ایران در جاهای دیگر حرف او حرف یا کلانترهایی دارن، مثل قشقایی، اینها اینجور چیزی نیست. هر که اونجا رفته و نشسته بود از این تیپ همه‌شون باید بگن یا راضی یا ناراضی. بس این یک جنبه دموکراتیکش 100% بوده و این رو حتما همیشه در مد نظرتون بگیرید. این برای چه لازمه؟ برای اینکه خان و مفهوم خان ما نداره، ملازمه کنید. طایفه داره، قوم داره، چیره داره و همه اما اینها مجموعاً بر علیه دولت مرکزی جنگ میکنن یا صلح میکنن، یعنی قومیت خودشون، ملیت خودشون، قومیت خودشون رو همیشه نگه داشتن و بود تا زمانی که رضا شاه قشون رو کشه و فتح بکنه ترکمن صحرا رو. در اینجا یک تحول بزرگی به طرف ارتجاع، جریان ارتجاع، یعنی جریان خانخانی که به نام دولت مرکزی در پایه‌ریزی میشه، ملاحظه میکنه در ترکمنستان. استبداد رضا شاهی که چطور شما او را تجزیه تعریف میکنید یا چه نامی میدید، اون دیگه بسته به تصمیم و لحاظ علمی. پس این علل پیدایش این عثمان شاه و اختیار او، عرض کنم که انتخاب او، شرایط اینیش این بوده که در پیش ما روش بحث کردیم. مراد فرموده. پس اگر کسی میخواد مثلا از روی میاره یه درخت توتی اینده بکشه، رودخانه اینجا کجاست که گفتم دور هم جمع شدن. من به شما بگم چند جلسه تشکیل داده. من 2 مرتبه که بالای درخت رفتم میدونم، پس معلوم میشه 2 مرتبه. ما همیشه مثل قراولو مثل یک چیز تازه بود، ما همه برای تماشا میرفتیم اونجا، ملاحظه میکنیم. پدرمان معانات نمیکرد کردن. اول ما ترسیدم وقتی که تانکیر اندازه کردن، اومدیم خونه در رفتم، بعد گفتن نه اینا برای آشتی اومدن، نه پیشوانش دعوا کرد. اون وقت چیزی حس کنجکاوی ما گول کرد. 4-5 نفر بچه با هم، بچه محلی رفتیم، ما هم نماینده یک بچه ها بودیم اونجا. نماینده هم بوده. پس بدین ترتیب رو هوا ترکمن ها رو ما شماتی خیلی مختصر و مجمل گفتیم. پس این قوم و اسمیت را کسی حق نداره تحقیر بکنه تا اون موقعی که رضا شاه بیاد این قوم استقلال قومی خودش داشته. این من تکیه میکنم به اون موضوع. ترکمن ها برده و عبد عبید هیچ قومی هیچ جنگ کردن، شکستن، خوردن، اما عبد عبیدی مثلا یا فعودامی یا خاری فیول خان همونی که مثلا در تاریخ نوشته بود خیلی ترکمن‌ها را آزار داده، خیلی کشته، اما عبد عبید خودش نتونسته کنه.
تاریخ ترکمنان نوشته بود ابوالغازی ملاحظه میکنید اون مثالی هم که آوردم اسم اون شانو بزرگ یادم بود یعنی یادم نیست که اون نوشته شاه اسماعیل یه همچین جوابی داده اگر سرتون به سرتون گرانه با اونا دنبال اونا تو قراقم نرو که کسی که تو قراتون امیر تیمورم گفته اینا امیر تیمورم در یک جا مدرک دارم امیر تیمورم یک جا گشته ترکمن آواتی که عقب نشینی کردند و کنار قم رسیدن دیگر دنبالشون نکنید امیر تیمور توصیه میکنه نصیحت میکنه به قشان خودش اگر ترکمن هوا قراقم رفتن اونها شما را ایدگو میکنن شما را تشکیل میکشن پس اکیدن دستور میده وقتی که ترکمن عقب نشینی کردن رفتن به قراقم دنبالشون دیگر تعریف نکنه دلش تیمور نفرده که من به عنوان یک تاریخچی که حالا اون چنین مدرکی ما داریم کسی بخواد میتونه پیدا بکنه و خودم دیدم و خودم شخصا خوندم بود پیش من حالا مثل اینکه گم کردم چشمم اجازه نمیده هر دو رو من یه مدرک دیگری داره به واسه مناسبات اینجا بگم که بعدا فرصتی شد باش مادر برای این که بفهمید تا زمان رضا شاه چطور ترکمن ها مناسبات بین اینها روابطشون با بگلر بگی استراباد یا فرماندار استراباد از طرف دولت ایران با ترکمن های دستگرگان ایران دست ترکمن زهرهای ترکمن ایران البته یک اسم دقیق انتخاب بکنید که من بتونیم روی اون تکیه کنم بعد یه شما قبول ندارم فهمیده صحبت شهرها و فراغی ندارم شهرها نیست که ترکمن در حال از لحاظ علمی گذشته از این که تاریخ که از دولت ایران و برای خودشون در همین جلسه عثمان آخون که یک مدرس خیلی عالی قدر در علوم دینی متبحر بالا دست خودش نداشته و چون مقررات و مسائل حقوقی رو آخوندها مسائل سیاسی آخوندها اختلافات رو آخوندها با شریعت حل و فصل میکنند و اونها مردم تشخیص دادند به جای اینکه یک خانه یک شخصی مثلا غیر مذهبی رو به نام شاه انتخاب بکنند این دفعه عثمان آخون مدرس معروف و عالم بزرگی مثلا اهل کنشتبه رو به نام شاه انتخاب کرده و این شخص هم شاهی خودش رو قبول کرد حالا این چطور شاهی بود؟ این شاهی بود که نه گارد سلطنتی داشت نه دربار سلطنتی داشت نه قشونی که او فرمان بده نه کار جنگی و اختلافات جنگی که همینطور آخوند بود همینطور موند و به کار آخونده خودش مشغول بود موند تا پایتخت او رو آوردن گذاشتن در آقلا این خودش اتوا جاورواه هم و در این جلسه
نقار نقاضت که بین اتوای جعفروای بود با هم دیگر دشمنی که داشتن در این جلسه آشتی کردن و آشتی کردن و بر علیه دولت ایران از جمله بیولربگی استراباد به همین ترتیب که اینا کشته شده بودن اعلان جنگ دادن و این ادامه داشت تا اون روزی که رضا شاه بعد از اینکه خزل رو سرنون کرد پدر برادران قشقاییه رو مثلا کشت، پدر ناصر خان، خسرو خان، ملک منصور خان اینا رو کشت، اونها رو تسلیم وادار کرد. همینطور سرکردگی بلوچا رو از بین برد. قیام کلنل متقی خان فسیان رو در خراسان خاموش کرد و شکست داد که ایران در اون موقع دوره خانخانی را عملا طی کرد. یا دولت مرکزی هیچ نیروی نداشت که این خانها را مثلا در اختیار خود در تحت اختیار خودش بداره. و رضا شاه که اومد یواش یواش یکی حالا مونده بود داره که علم استقلال برافراخته بود که اینم لازم بود که بیاد ترکمنها را هم مثلا به قول خودشون سرکوب بکنه تسلیم بکنه. اینجا یک دفعه خاموش کنید نوارو بس باجده به غرب بیاد رودخانه درسته؟ بعد میشه به طرف شما اینجا رودخانه گرگان اومد اینجا پل رودخانه گرگانه پل یک امچره درسته؟ اینجایی که پیش خورده در اینجا به طرف مشرق به طرف مغرب اینجا توت دیوانا هم و اینجا وایستاده. اینجا به دور دایره شکل زیر سایه این توت آخوندها بزرگان قوم قاطی جلو نشستن. ملاحظه میکنید اتوای جعفروای بزرگان اتوای بزرگان جعفروای گوکلانی نبودن گوکلانی شرکت نکردن خودکام شرکت نکردن جز مال اتوای جعفروای فهمیدید؟ بعد از ظهر بوده صبح بوده صبح بعد از یک روز بودن صبح بعد از ظهر هم طول کشید فهمیدید؟ سایه درخت حرکت میکنه دیگه سایه درخت حرکت میکنه برای سایه درختی که مثلا حرکت کرده بودن اون موقع حرکت میکنه صبح میشنن بعد نهار میخورن بعد دوباره اونجا که سایه میشنن فهمیدید؟ اینطوری پس بزرگان توی دایره فهمیدی؟ با شاعر کم اینطوری نشستن. اون وقت تفنگچی های اتوای جعفروای قاطی و هم دورور تفنگ هاشون چنبات مزده دست خودشون اینطور وایستاده تفنگ ها دستشون آره فهمیدی؟ و پشتشون آویزونی در دستشونه که میخوایم نقشش بکشیم آماده باش بله توت هم اونقدر زیاد برگم نداشت برگ داشت اما زیاد نداشت که ما هم که بالا بودیم همه چیز میدیدیم درخت ریخته بودیم بله از رودخانه کمی دورتر دیگه فهمیدی درخت کمی کنارش این دوان پنگ باشه بود که اون هم جنوب غربی رودخانه است که اونچری میشه اون موقع اونجا نشستن و این چطور اون وقت حرف میزدن با هم که این حرفاشون ما درست نمیفهمیدیم بچه بودیم فهمیدیم اون وقت یه نفر مولا فهمیدیم که مولا که البته چله نداشت اون آدم امامه نداشت اون بعد از اینکه بحث میکنن بین خودشون حرف میزنن و شروع میکنن بعد
آخر سر یکی میپرسه میگه راضیمون راضی مرادم مولا سورشیه نفر سورشیه تشتومه ترکمن تلفیون ما oturuyor kadar oturuyor mutfağın bayağı. Oturun yerine mi soruyor? Hemmesi eşkıya. Oturumda içmevi var mı ya doğunu var mı? İçmevim yok, doğunu var. Oraya kışlarla o var. Ya buyur da. Çavdu var, çavdu. Türkmenin çavdu derse orada çavdu var. Mollalarım akbalaklı. Ahundan mollalar, ahunlar dine şeyler, molla şeyler değil. Molla şey, tamamını deren ahunda sıravatı. Bas, mevzuha, elbette ben tamamen mevzuayı kadar onca matraşıda hem neşnidem, hem şenidem, hem ne mi dönsem ki mesela dürüst mürettep dağır koşmalı deminden önce. On çizgi esasitlerin çizgi şeniden, daha teşiden, guftan, ey mesela yaşlılar, ağalar, Osman ahunum şavarmağını razıyım ya razı der. Hemmesi bir delik razı. Kudu Türkmen işimi gemran ki diye farklılaşım raşına. Yerinden turuva ettiler şunu. Yok, bir adam bir öyle oğlu otu. Oğlu otu. Oturan yerini el kaldırıva ettiler. Yok, otur el kaldırıva okuyor. Ses bilen aydiye. El bilen. O kıyıgır ya. Oğul aydiye mesela Osman Şah'ımız kavmimizle biz Hüdürlüyer Südani Türkmenlerin, Türkmen halkının şahı olmak var. Eğer razı olsanız, razı diyorsanız, eğer razı olmasanız narda. Sonra mı? Razı, eğer razı mı? Razı, eğer razı da olsa razı da diyerler. Ben neşnidem der, onca suali intür dada başlayan, çanta sual dada başlayan, kesi bilgim men iradi der neşnidem. İnem beytun bugün. Fahmedi? Pes? Zalik kamil ya, khud muhtari kamil der vakti. Kısmı ki, min Türkmenha, ta zaman rızası, ne maliyat bir devleti ilanı zaten ne üzerine fakat bina revabıtı ticareti mandaştan in revabıt ticareti gayr ve insan şeker abmisat benim Türkmen av madahatçıya etraf ve hamina cengiyemiş olmuşat in mutavali بعد آشتی میشد و صلح میشد رفت آمد بیشتر میشد گاهی هم اتفاقی میافتاد رفت آمد بد میشد جنگی میشد کشتاری هم حتی میشد و اینطور پس بدین ترتیب ترکمن ها در دشت ترکمن ایران صورت زندگی خرد مالکی زندگی میکرد مفهوم علمی فودال در ترکمن‌ها این دوره مصداق پیدا نمیکنه چرا که هیچ فودالی که یا هیچ زمینداری دارای چند دهقانی داشته باشه و که اونها را استثمار بکنه که اونها روی زمین اونها کار بکنن و برای اونها چیز بکنن که مفهوم علمی فودال پیدا بکنه ما چنین چیزی نداشتیم زمین در دست اشخاص خیلی بی دست پا و خیلی مظلوم و خیلی چیز بود و بعد دست یکی دین خانم بود نه خان دهاتی برای زمین خودش رو میخواست بکاری یا اجاره میداد پس بدین ترتیب خرد مالکی ترکمن صحرا تا اون واسطه زندگی رضا شاه کاملا ایلی قانون و مقرراتی که بین اونها حکم فرما بود قانون شریعت بود به صورت سنی
اگر کسی اختلاف با هم داشته باشه، یک کسی دزدی کرده باشه، یک کسی دعوا کرده باشه، میرفتن مقاضی که اون یک آخوندی بود که اصول شرع اسلام به طور سنی آشناست و کارهای خودشون رو، دعوای خودشون رو، اختلافات خودشون رو پیش او حل فصل مطرح میکردن. قاضی این دعوا رو حل فصل میکرد. وقتی که حل فصل میکرد، طرفی که برده بلند میشد کل قاضاها. که اینو مثال میزنم که ببینید چطوری اداره میشده، اداره امور مثلا سیاسی غیر ذالکش. وقتی که کل قاضاها گفت اون برده، اون طرف باید باخته حساب میشه. یعنی چیز شده زمین غصب کرده باید پس بده، اولاغی دزدیده باشه باید بده، یعنی که چیزهای دیگر. خب روابط یا مناسبات ترکمنهای دشت ترکمن ایران با بلربری استراباد و با فرمان دار استراباد تقریبا اساساً تغییر فارسی نکرده. اون که در زمان قاجاریه بوده، در زمان صفویه بوده، در زمان قاجاریه بوده، تا دوره رضا شاه هم مدتی ادامه پیدا کرد. بعد که املاک شاهنشاهی وجود اومد، یک تغییرات کلی در اجتماع و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی ترکمن وجود اومد. مفصلا مکس کردن روی این مطالب به درازه میکشه. اگر واقعا وضع اجتماعی، مناسبات اجتماعی، مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی و فرهنگی رو اگر شما خواسته باشی، ما البته به صورت خیلی اختصار اون چیزی که گوینده شاهدش بوده باید بزرگان و اقوام و اونایی که مثلا میدونستن در باره اوضاع احوال ترکمنچار پرسیده و شناخته در اختیار شما خواهم گذاشت اگر خواستید. پس بدین ترتیب ما فهمیدیم که این ترکمن ها قبلا تاریخی داشتند و خود مختاری داشتند، تابع هیچ دولتی هم نبودند. اگر تابع سلجوق‌ها بودند مساوی مثل یک ترکای دیگر حقوق مساوی داشتند. که در زمان خوارزمشاه که در اونا بودند و در علیه مغول جنگ کرد در زمان سلطان جلال الدین خوارزمشاه که بر علیه مغول جنگ کردن، حقوق مساوی داشتن. وقتی که یک لشکر مقدار زیادی لشکر میزنن مغول را در اینجا شکست دادن، قسمت های خراسان ترکمن ها در آنجا شهر داشتن و سر اختلاف اون چیزی که غارت کرده بود در مغول ها اختلاف پیدا میکنن و ترکمن ها جدا میشن در وشون سلطان جلال الدین خوارزمشاه. بعد که با خان خیمه ما وقتی که اونجا بودن ارتباطاتشون همیشه استقرار خودشون رو حفظ کردن و
همیشه یک ملتی زندگی مثلا کوشنشینیشون و زندگی مثلا تحت قافور خودشون رو به طورت استقلال مستقل همیشه حفظ کردن. یه مثال تاریخی میدنم در اینجا. یک سندی هست در انستیتوت شرقشناسی تاشکند آنجا یکی از شاهان چیز که مثلا به شاه اسماعیل نامه می نویسه، یکی چیزای مثلا امیران اردو نامه می نویسه که ترکمن هایی که در قوم در صحرای ترکمنین مثلا در قم هستند مزاحم ما هستند. شما ممکنه که من میخوام برم مکه زیارت بکنم و اینها مزاحم میشن که اینها رو میتونید شما کلکشن بکنید من با آسود و خیال برم مکه. این که به طرف ایران هجوم بیاد یعنی این روان. اون وقت شاه اسماعیل جواب میده، میگه ترکمن ها برادر من هستن، من ترکم آنها ترکن. اگر میخواهید سرتون در تنتون باقی میمانه به قوم اونها هجوم نکن، به از قوم اونها نرو اگر سرت دوست داشته باشه. ملاحظه میکنید این مقصودم از این چیز استقلال داخلی خودشون اینها داشتن تا زمان رشد کم پیش. وقتی که دولت ایرانی خواست این استقلال اینا رو چیز بکنه و تحت قیمت خودشون در بیارن، ترکمن هایی که در منگسلا که در شوروی زندگی می کردن در اثر تغییر مسیر رودخانه آمودریا اونجا خشکسالی میشه و بعد ترکمن هایی که اونجا بودند مخلوطی از چندین طایفه به دو طرف مهاجرت میکنه، یکی به طرف های خیوه و به طرف مشرق، یکی هم یک تیپ بلوکشم به راه کنار دریا و قسمت های این طرف به طرف جنوب حرکت میکنن برای زندگیشون که این در لحاظ تاریخ که مثلا تاریخ عالم آرای عباسی اسکندر منشی، تاریخ احسن تواریخ روم رو و یک به اسناد و مدارک مثلا که از قرن 17 مونده که مخلص در اختیار داره. ترکمن ها رفته رفته میرسند به این جایی از ایران که بین رودخانه اترک و یاقه که اونجایی که فارسا به نام دهات فارسا تا اینجا بیشترشون دو قسمت بودن تقریبا، بیشترشون میان کنار رودخانه گرگان مسکن میگذارن و دیگه هم که کوچنشینی داشتن و گوسفند و گاو و گوسفند داشتن و ایرخی داشتن، اینا بیشتر در پهنایی به نام
دشت ترکمن صحرامن میگم اینا، برای اینکه صحرا نیستیم، در دشت ترکمن اگر بگیم درست در اینجا مسکنیم. وقتی که پس این قومی که به اینجا میرسه در مقابل بیلربگی استروات قرار میگیره، یعنی یکی از استانهای سرحد دولت صفویه، یکی بیلربگی مثلا خراسان، بیلربگی استراباد و بیلربگی آذربایجان. اینطوری چند تا اون استانهایی که اون شهرستانهایی که در سرحد قرار گرفته بودن اسمشو گذاشته بودن بیلربگی. ترکمنایی که به اینجا اومدن این قسمت بزرگ چند طایفه چند ایل مقاطع بودن که اینها بیشترشون مربوط میشن به بیلربگی استراباد. پس این ترکمنایی که اینجا اومدن مسکن گرفتن رابطه و دولت ایران وسیله بیلربگی استراباد برقرار میکنن کردن. و در اینجا مدارک و اسناد به ما رسیده. اگر کسی میخواد کتابی بنویسه یا چیزی در مقوله بنویسه به اندازه خیلی کافی و نباشه به اندازه کافی اسناد و مدارک هست به ما رسیده قدیم. پس این ترکمنایی که اینجا اومدن و مسکن گرفتن در داخل زمین کشور ایران و خود ترکمنایی که اونجا اومدن این رو قبول دارن، چرا که ایده بزرگانشون قومانشون ارغاب خان سلطان سردار از طرف دولت مرکزی اینا چنین القابی دادند و این خانها گاه بعدی هستون صاحب درجه می شدن. مثلا حاج محمد خان که زمان مظفرالدین شاه و برادرم بوده، بزرگترین خان ترکمن بوده که ستاره بزرگ کالا بوده، ترهنگی میشه بود که اون موقع ممکن شروانی پیش داده بودن. خانوادهش این ستاره علامت درجه رو به من به شخص رو من نشون دادن، من دیدم به چشم خودم. بعد یه نفر دیگر به نام آنمراد قصاب، آنمراد خان قصاب که به این هم درجه ستوان دومی داده بودن که بعد از در زمان رضا شاه هم او بود. با همون لواس هم که درجه ستوانی میگشت که در این شبرون این خان که اونجا میرفت و چیز میکرد اهالی اون رو گرفتند و کشتند و اون کسانی که اینا رو کشتند به طرف شوروی کش کردند. یک دیگر از اینا میشه گفت مثلا استوار مولا حسین نیازی رو میشه گفت که به این هم از طرف دولت این درجه را داده بودن
زمان رضا زمان این موقع فرماندار که اینا چیز میکرد بیشترش سرگرد حکیمی یا ورا عبدالله خان یا ورا احمد خان حکیمی اسمش بود اهل تبریز. خب بدین ترتیب وقتی که اینا اومده بودن مثلا در اومچلی پیرمردان ما تعریف میکردن که اومچلی پر از علف و خس و خاشاک پر بوده، از نی و نیزار تقریبا بوده. وقتی که میخواستیم مثلا زراعت بکنیم شوق بلند میشدیم، یک آدمی کم عقلی داشتیم که کمی ناقص العقل بود که این رو اول با اسب میفرستادن که این تمام این اطراف راه رو تکون بده، بارانها و چیزایی که شبنم‌ها که نشسته بوده بریزه و بعد بقیه که یکم حقوق بودن و مثلا درنگتر بودن پشترشون میرفتن برای زراعت خودشون، برای کارهای خودشون سواره. اینها پیرمردان قدیم که در حدود 150 سال پیش رو تعریف. این ترتیب اینها در ترکمن صحرا یا در دشت ترکمن ایران، دشت ترکمن ایران مسکن گزیدن. روابطشون با بیلرگی استراوات و همچنین بعد روابطشون با دولت‌های قاجاریه و رضاشاه همینطور ادامه پیدا کردن.